مادربردهای نسل 12 اومدن توی بازار و کم کم هر کسی که داره سیستم جدید میخره رفته سمت نسل 12 و توی این ویدیو قصد دارم یکی از این ارزون ترین مادربردهای نسل 12 یعنی MSI H610 رو بررسی کنم. سلام بچه‌ها، انگام هستم، خوشحالم که دوباره توی این ویدیو میبینمتون. توی این ویدیو قصد دارم مادربرد H610 از برند MSI رو بررسی کنم. فقط قبل اینکه بریم ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید چون میدونم سرتون گرم محتوا میشه و یادتون میره. مرسی، دمتون گرم. این مادربرد برخلاف قبلی که آنباکس کردم پلم هست و خیلی جالبه. از ویندوز 11 هم پشتیبانی میکنه. فرم فاکتورش میکرو ایتیکسه اما از اوورکلاک پشتیبانی نمیکنه. اگر شما کسی هستی که اوورکلاک برات مهمه بهتر برید سراغ مثل مادربردهای H670, B660 یا Z690. خب بریم سراغ مشخصات فنی. این مادربرد DDR4 همونطور که همتون میدونید نسل 12 از نظر شکل ظاهری CPU هاش تغییر پیدا کرده و سوکتش از 1200 به 1700 تغییر کرده. این مادربرد تا i9 ساپورت میکنه. چیپستش H610 و لایتنینگ PCIe نسل 4 برای سرعت خیلی بالا. دو تا اسلات رم DDR4 داره که فرکانس 3200 هم پشتیبانی میکنه و دو کانال است و تا 64 گیگ رم میتونین روش بندازید. یه اسلات PCIe 4 داره برای کارت گرافیک، یه اسلات PCIe 3 و یه اسلات M.2، یه دونه هم برای ماژول وای فای. برای حافظه هم یه دونه M.2 نسل 3 داره. 4 تا ساتای تیری و یه سوکت 24 پین و یه دونه 4 پین برای پاور و برق رسانیش. این مادربرد 10 تا USB ساپورت میکنه که 4 تاش USB A32 نسل 1 که 2 تاش برای پنل جلویی، 2 تاش برای پنل پشتی کیس و 6 تا USB تایپ A2 ساپورت میکنه که 2 تاش برای پنل جلویی و 4 تاش برای پنل پشتی. این مادربرد از مانیتور 4K 60 هرتز پشتیبانی میکنه. یه دونه HDMI 2.1 داره، یه دونه دیسپلی پورت و یه دونه VGA. اینجا هم که لن و صدا رو داریم میبینیم. از دایرکت ایکس 12 پشتیبانی میکنه. اگه بخوام نقاط مثبت و منفی مادربرد رو بگم، به نظر من 2 تا نکته منفی داره. اولش اینه که وای فای نداره، بجاش کی در نظر گرفتن که با یه ماژول شما میتونید به راحتی براش وای فای در نظر بگیرید. دومیش اینه که اسلات M.2 فقط یه دونه داره. اگه 2 تا داشت بهتر بود. و نقطه مثبت و چیزی که خیلی نظرتون رو جلب میکنه اینه که یه مادربرد نسل 12 با قیمت خیلی مناسبه توی این رنج قیمت. این مادربرد به درد کیا میخوره؟ به درد کسایی که قرار نیست اوورکلاک کنن، یه گیمر معمولی ان یا قرار کاربری عادی انجام بدن، در کل نیاز به اوورکلاک و سیستم خیلی بالا ندارن. شما با این مادربرد میتونید که i5 12400 یا 12600 بنازین با یه کارت گرافیک 3050 یا 1650 و کاملا از سرعت و ایناش لذت ببرین توی این رنج قیمت. اگر دنبال همچین کارایی هستین این خیلی ارزش خریدی داره، ارزش خرید بالایی داره. برای خنک کردن CPU و GPU این مادربرد همه چیز رو در نظر گرفته و قطعات رو کاملا دیتکت میکنه و شما از طریق UEFI میتونید 3 تا مود رو انتخاب کنید: پرفورمنس، سایلنت و منوال. خب رسیدیم به آخر این ویدیو و میخوام بهتون معرفی کنم اگر قصد خرید این مادربرد داریم میتونید به پیج فروشگاه که پیج شخصی خودم هست و تازه راه اندازیش کردم سر بزنید و فالوش کنید چون اونجا قیمت ها رو هر روز براتون استوری میکنم. مشاوره قبل از خریدم دارم و به مناسبت تازه افتتاح کردن برای کسایی که از پیجم خرید کنن یه هدیه همراه با خریدتون ارسال میکنن. تخفیفم که سر جاشه. مثل همیشه مرسی که همراه منید، دمتون گرم.